درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل. گفتار چهارم. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. از نمونه ادبیات ایران. تا نگاری من ز سنبل پرچمی پرچین نهاد، داغ حسرت بر دلی صورتگرانی چین نهاد. هر دلی کز سرکشی ننهاد سر بر هیچ خط، زیر زلفی او کنون سر بر خطی مشکین نهاد. من غلامی آن خطی سبزم که گویی مورچه، پای مشکالوده بر برگی گلی نسرین نهاد. مویزی در صحبتی ملکشاه یا که سنجری سلجوقی در وقت دیدن ماه نو به طلب سلطان ربایی زیر را بدیهتاً عرض کرد. از خزانه آمیره: ای ماه کمان شهریاری گویی، یا ابروی آن طرفه نگاری گویی، نعل زده از زری یاری گویی، در گوشی سپهر گوشواری گویی. چون ربایی سلطان را پسند افتاده اسب بخشید، مویزی باز بدیهتاً این ربایی دیگر را انشاد کرد. چون آتش خاطری مرا شاه بدید، از خاک مرا بر زبری ماه کشید. چون آب یکی ترانه از من بشنید، چون باد یکی مرکب خاصم بخشید. حکیم سنایی غزنوی در مرثیه مویزی نوشته: گر زهره به چرخ دوم آید نه شگفت است، در ماتم طبعی طرب افزای مویزی
از حسرتی درهای یتیمش چو یتیمان، بین شست اتارید به معزای مویزی. امعق بخارایی سال 542 از نمونه ادبیات ایران، دیدن هلال. نماز شام که پنهان شد آتش اندر آب، سپهر چهره بپوشید زیر پر غراب. هوا نهان شده در زیر خیمه ازرق، زمین نهان شده در زیر خرگه سنجاب. یکی ز جامه عباسیان فکنده ردا، یکی ز مطرد نستوریان کشیده نقاب. هوای مشرق تاری تر از سیاه شبه، و جای این مصرع در آتشکده هوای مشرق تاری تر از شبگون نوشته شده است. کنار مغرب رنگین تر از عقیق مذاب، ز نور و ظلمت بروی آسمان و زمین. هوا ز قوس قزح در هزار گونه خضاب. یکی چو آینه زیر پرده ظلمات، یکی چو برگی سمن زیر لاله سیراب. من و نگاری من از بهر دیدن مهینم، دو دیده دوخته بروی گوهرین دولاب. چون دو مهندس زیرک که بینگرند به جهد، دقیقه های مطالع به شکل اسطرلاب. بتی مرا ز نشاط نظاره مهینم، چکیده بر گل احمر هزار قطره گلاب. ورا ز دیدن مه هر دو دیده پر ز خیال، مرا ز دیدن او هر دو دیده پر مهتاب. گهی به گوش همی برنهاد مرزنگوش، مرزنگوش یک نوع ریحان. گهی ز درج عقیقین نموده در خوشاب. ز بس اشارت انگشت دلبران به هلال، همه هوا قلمی سیم شد به شکل شهاب. هلال عید برون آمد از سپهری کبود، چو شمع زرین پیش زمردین محراب. فلک چو چشمه آب و مه نو اندر وی، بسانی ماهی زرین میان چشمه آب. گهی نهان شده گاهی همی نمود جمال، ز نوری عارضی فردوسیان به زیر نقاب. بسانی زورقی زرین میانه دریا، گهی بر اوجی پر از موجو گاه در غرقاب. همی شد از پی رزم و ز بحر بزم فلک، گهی چو دشنه زرین گهی چو جام شراب. از مرثیه ماه ملک خاتون دختری سنجر.
هنگامی آن که گل دمد از صحن بوستان، رفت آن گلی شکفته و در خاک شد نهان. هنگامی آن که شاخی شجر نم کشد ز ابر، بی آب ماند نرگس آن تازه بوستان. شمال. الا ای مشعبد شمالی معنبر، بخاری بخوری تو یا گرد عنبر. نه روحی ولیکن چو روحی مصفا، نه نوری ولیکن چو نوری منور. نه خلقی که نی جسم داری و نی جان، نه مرغی که نی پای داری و نی پر. همه پویی و پای تو در تو پنهان، همه پری و پر تو در تو مضمر. پری اول از پریدن است، حاصل معنا همیشه می پری می شود. رسولی بهشتی ز عالم به عالم، بریدی بهاری ز کشور به کشور. ز اشکالی تو روی دریا منقش، ز آثاری تو روی صحرا مصور. الا یا خجسته براقی سلیمان، یکی بر سری کوی معشوق بگذر. یکی صورت انگیز بر خاک و بر خون، نزار و جگر خسته و زار و لاغر. خروشان و جوشان و بریان و گریان، بری گشته از خواب و بیزار از خبر. گذشته بناگوشش از گوشه دل، رسیده دو زانوش بر تارکی سر. روان گشته رنجورش از درد هجران، زبان گشته مجروحش از یاد دلبر. چو خو قطره قطره ز رخساری پرخون، چو دل پاره پاره شده جامه در بر. ز داغ دریغش جواری جراحت، ز پیکان هجرانش افگار پیکر. شکسته به احداث گردونش گردن، بریده زمانه به خنجرش حنجر. بهاری که گر بر صفت بگذرانی، شرر بارد از کلک و طوفان ز دفتر. الا بادی مشکین چو این نقش کردی، در آویز در دامنی آن ستمگر. بگویش که بر خون این سوخته دل، چی عذر آوری پیش دادا و داور. اگر شرط مهر آزمایی ندانی، کم از پرسش بار از حال چاکر.
این قصیده 96 بیت بود. زیاده از این را این مجموعه تحمل ندارد. نسیم زلف آن سیمین صنوبر، مرا بر کرد دوش از خوابگه سر. گل افشانان به بالینم گذر کرد، پیامی داد از آن معشوق دلبر. عتابی کرد و گفت ای سوست پیمان، نیاید گفته های تو برابر. میانی ما و تو عهدین چنین بود، که چون من دیگری گیری تو در بر. شبی تاریک و من زندیشه تو، چون افکندوده مرغ پیش آذر. گهن در موج خون گم کرده این جار، گهن در بحر غم بشکسته معبر. عقیقین ابری طوفان باری چشمم، جهان کرده است پر بی جاده تر. چو دریایی است هر شب خانه من، چو کشتی آتشین سوزنده بستر. زی شب یک نیمه چون فرزند عمران، دیگر نیمه زی شب فرزند آذر. مرا گر خط فرو آمد به عارض، نگردد زان جمالی من مزور. همانم من به حسن اندر که بودم، چی شد گر بر سمن برست عنبر. خداوندم همی خواندی چی افتاد، که اکنون بنده می بینی و چاکر. کنون گر تیره شد آن ماه رخسار، وگر تاری شد آن گلبرگ احمر. همان انگار کاندر موکب شاه، بپوشید آفتابم گرد لشکر. مرا زین سبزی عارض در این فصل، هزاران زینت است و رونق و فر. کمالی بخارایی، معاصری معیزی و امعقی بخارایی است از نمونه ادبیات ایران. زلفی نگار گفت که از قیری چنبرم، شب صورت و شبه صفت و مشک پیکرم. ترکیبم از شب است و زیروز است مرکبم، بالینم از گل است و زلال است بسترم. یا در میانی ماه بود سال و مهتنم، یا بر کرانی روز بود روز و شب سرم. جنبان تر از هوایم و لرزان ترم از آب، تیره ترم ز خاک و همیشه برآذرم. با ورد هم نشینم و با ورد هم قرین،
باید در جای وردی آخری مهر باشد. با زهره هم قرانم و با مه مجاورم، زنجیری دل ربایم و شمشادی جان فزا، ابری ز رهنما و بخاری معنبرم. با ورد هم نبردم و با عاج در لجاج، جز ارغوان نسایم و جز لاله نسپرم. هندو نیم مجاوری آن خاری هندویم، کافر نیم موافقی آن چشم کافرم. هم در جواری مشکم و هم در پناهی گل، هم مایه عبیرم و هم رشکی عنبرم. رخ تیره سر بریده، نگونسار و اشکبار، گویی که نوک خامه دستور کشورم. رشیدی سمرقندی معاصری عمعق بخارایی است از آتشکده. رشیدی در صحبت خان ممدوح وقتی که عمعق بخارایی شعر او را به بینمکی حمل کرده، بدیهتاً این قطعه را گفته: شعرهای مرا به بینمکی، عیب کردی روا بود شاید. شعر من همچو شکر و شهد است، اندرین دو نمک نمی باید. شلغم و باقلاست گفته ای تو، نمک قلتبان تو را باید. از خزانه آمیره در حق وزیر گفته: تو وزیری و من تو را مداح، دستی من بی عطا روا بینی. تو وزارت به من سپار و مرا، مدحتی گوی تا عطا بینی. از آتشکده بر یاد تو بی تو این جهانی گذران، بگذاشتم ای یارو تو از بی خبران. دست از همه شستم و نشستم نگران، چون بی تو گذشت بگذرد بی دیگران. ادیب صابری ترمیزی، سال 546.
به روایت دولت شاهی اصلش از بخاراست. اسمش شهاب الدین است. از آتشکده. زنایبان رخ و چشم و زلفت دلبر، یکی گل است و دوم نرگس و سوم عنبر. همیشه در سری زلفت مجاورند سه چیز، یکی شکنج و دوم حلقه و سوم چنبر. لطافت از دو لبی تو ربودند سه چیز، یکی حیات و دوم زمزم و سوم کوثر. زیبای و خوی دو زلفت سه چیز بهره‌ورند، یکی نسیم و دوم نافه و سوم مجمر. مرا سه چیز ببخش از دو لب به یک بوسه، یکی عقیق و دوم پسته و سوم شکر. روان و جان و دلی من ز عشق تو شده اند، یکی ذلیل و دوم عاجز و سوم مضطر. ز جادویی تو ربودی ز ماه و حور و پری، یکی جمال و دوم چهره و سوم پیکر. به کوی بیعت و خط و وفا و منزل وصل، یکی بیا و دوم بنگر و سوم بگذر. به چشم و گوش و زبان نام و حال و قصه من، یکی بگو و دوم بشنو و سوم بنگر. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори чорумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.